来看伊朗伫昨宣布讲要开放道德警察要来抓女性无挂头巾哦，也毋过网络有人破文指出讲，北部的都市拉希特有民众的示威抗议，有部分的媒体嘛报道讲，因有听到枪声，指出警方各用催泪ga斯来压制抗议的民众，也毋过目前并无官方的证实。 伊朗官方媒体报道，为确保妇女伫公共场所遵守戴头巾甲穿菜规定，道德警察要重新过做头巾的巡逻。باید بشه ولی خیلی کم چون مثل قبل نمیتونه مانش بشه ما الان تعدادمون خیلی بیشتر شده نمیتونن همه رو جمع کنن نهایتا میخوان با زور کتک با زور خشم با خیلی این چیزا میخوان مانش بشن ولی نمیتونن اگه بشینی پای صحبتاشون نه مشکل ندارن اینا روی لهجه بازی دارن این کارو میکنن وگرنه اگه حرفاشون شنیده بشه قطعا میان طرف حجاب 这是为去年9月12日回暗暝，和警方关押期间死亡引起全国示威，暂停加路巡逻了后，又重新巡逻。 با اون دسته از کسانی که متاسفانه توجهی به تبعات و عواقب پوشش خارج از عرف نداشتند و همچنان بر هنجار شکنی خودشون اصرار دارند. 过去几个月有愈来愈多妇女出外时阵拒绝戴头巾，即马开放。目前社群媒体有部分大文指出，北部都市拉希特爆发群众示威。公司新闻黄文玲报道。